این کلیپ برسه به دست رهبران 5 حزب کردی که با هم ائتلاف کردن. درود به شرف تک تک شما. میخوام بگم هموطن، داخل تله‌ای دارید میافتید مانند 18 و 19 دی. خواهش میکنم به حرفهای من گوش کنید. از طرف رسانه‌های وابسته به اسرائیل خبر اومد که مجتبی رهبر شد. پروژه‌ای تعریف شده بین سپاه، ترامپ و نتانیاهو. پروژه نابود کردن هموطنان کرد دموکراسی خواه ایران با 3 هدف. 1. قهرمانسازی از مجتبی خامنه‌ای در مقابل رضا پهلوی. رضا پهلوی کسی که خائن به ایران بود، مهره ترامپ و نتانیاهو بود. در مقابلش مجتبی قراره با کشتار شما هموطنان شریف ایران به اسم تجزیه طلب قهرمان یک پارچه نگه داشتن ایران بشه برای طرفدارهاش و برای کسانی که ضد پهلوی بودن. در عمل آمریکا و اسرائیل میخوان این مهره جدیدشون رو به عنوان نجات دهنده ایران به خورد مردم ایران بدن. علت 2. نابود کردن دشمنان مجتبی برای تثبیت قدرت مجتبی. شما کردها هیچ وقت زیر بار رهبری مجتبی نمیرید، برای همین موی دماغش خواهید بود و این رو اربابهای مجتبی نمیخواند. دلیل 3. کردها طی 100 سال گذشته تنها امید دموکراسی خواهی کل مردم ایران هستند. همه پیش شما سرخم میکنند و اینها میخوان با نابودی کامل سیستم شما امید دموکراسی خواهی را از آینده ایرانیان بگیرند. دارند نقشه بازی میکنند که الان آمریکا و اسرائیل دارند مراکز نظامی، حتی پلیسی، انتظامی غرب کشور رو با خاک یکسان میکنند که به شماها امید واهی بدن. جمهوری اسلامی ضعیف شده، شماها میتونید قدرت رو حداقل منطقه‌ای در دست بگیرید یا شاید هم کشوری. حتما این وعده رو دارن به شما میدن، چون شما با شرفها هممون میدونیم که تجزیه طلب نیستید و خواستار ایران دموکراتیک فدرالی با حفظ تمامیت ارضی ایران هستید. ولی این دون پاشیدن هموطن، این ظاهر کاره، سپاه به دستور اربابش از دور شما رو میزنه، منتظره که از مخفیگاهاتون که هیچ دسترسی به شما الان ندارند بیایید بیرون، بیایید وارد خاک ایران بشید. این تله است که بعد با موشک‌های دور بردشون تمام شهرهای کردستان رو با خاک یکسان کنند. این بیشرف‌ها برای نابود کردن شما به مراکز محلیشون هیچ احتیاجی ندارند. الان دارند توی پروپاگاندا همه جا پر میکنند که کردها هم دست ترامپ و اسرائیل هستند، که مردم ایران از شما متنفر بشن که دارید با دشمنان ایران همکاری میکنید. این پروپاگاندا خیلی بو داره. حتی تو اخبار هست که کردهای عراق رو دارند با شما هم دست میکنند که با هم وارد ایران بشید. بله، چون کردهای سوریه رو اخته کردند، چون کردهای با شرف ترکیه رو اخته کردند، مونده کردهای عراق و کردهای ایران. از اون طرف داعش رو آوردن پشت سرتون که راهی نداشته باشید جز اینکه به سمت ایران بیاید و اینجا شما رو بمباران کنند، میلیون ها هموطن کرد با شرف و با غیرت ما رو نابود کنند. و اگر این کار رو کردند، همون روز پایان این جنگ رو اعلام می کنند. اینها نمیتونن این جنگ رو خیلی طولانی ادامه بدن، چون قیمت نفت در دنیا سرسام آور میشه. اینا میخوان هرچه سریعتر این جنگ رو جمع و جورش کنن، ولی با بالاترین دستاورد برای سپاه، برای اسرائیل و اون نابود کردن کرد هاست. هشدار هشدار هموطن، نیایید از مقرتون بیرون. توی بازی کثیف اینها، توی این تله همراه نشید. اگر شما نیایید، اینها هیچ دلیلی ندارند که بمب و موشک بفرستند روی شهرهای کردستان ایران.
هیچ دلیلی ندارند و اگر شما در مقرگاهتون باقی بمونید همچنان هیچ دسترسی به شما ندارند. شما نباید اشتباه 18 و 19 دی رو تکرار کنید که با فراخوان و با برنامه اونها به میدون بیاید. شما با شرفها باید وقتی به میدون بیاید که اونها ندونند. من به عنوان یک ایرانی، یک فارس، یک ترک از شما خواهش میکنم امیدهای دموکراسی خواهی ایران، مواظب جون خودتون باشید، چون کل ایران به شما احتیاج داره. اینها میخواند شما را از ما بگیرند. شماها اصیل ترین ایرانی ها هستید. برای همین نتانیاهو از شما متنفره، چون شما ایرانی های واقعی هستید و بین تمام ایرانی ها دلاورترین ها، آزادی خواه ترین ها، دموکراسی خواه ترین ها، دشمنترین برای مجتبی، دشمنترین برای ارباب های مجتبی. و بدونید که مردم ایران پشت تک تک شما هستند. اگر روزی فراخوان بدید کل ایران گوش به فرمانتون خواهد بود، ولی این یک طلسم و ما از شما خواهش میکنیم بیرون نیایید، توی این بازی شرکت نکنید.